امروز سازش تاریخی ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاصل شد. صبح 14 ایول از وین محل مذاکرات وزیران خارجه ایران و کشورهای گروهی ششگانه یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان خبر آمد که این جانب‌ها در مورد سازش نهایی به موافقه رسیدند. این سازش قطعی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بر عوض لغو تحریم‌های بین‌المللی بالای این کشور در نظر می‌گیرد. سند مذکور باید با امضای همه جانب‌ها قانونی شود. درباره این حادثه تاریخی که بعد مذاکرات 12 ساله به دست آمده است، صحبت داریم با رئیس رادیو فردا آرمان مصطفی. آقای مصطفی، خب بگویید که این سازش از چی عبارت است و گذشته‌هایی که هر دو جانب در این بحث طولانی کردند چیست؟ هنوز متن کامل توافق‌ها منتشر نشده، ولی بر اساس اطلاعاتی که تا حالا به دست آمده می شود گفت که ایران هرچند تا حالا انکار می‌کرد که برنامه تسلیحاتی اتمی داشته باشه، ولی حالا پذیرفته که برنامه‌های اتمیش رو زیر نظارت کامل و جدی جامعه بین‌المللی و مشخصاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بده تا دیگه هیچ نوع شک و شبهه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشه. و در طرف مقابل 5 قدرت بزرگ، 6 قدرت بزرگ، یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان قبول کردند که پرونده ایران از زیر فصل اصل 7 شورای امنیت خارج بشه و تحریم هایی که به خاطر برنامه‌های اتمی بر ایران وضع شده بود لغو بشن. و طبعاً که یکی از نتیجه های مهم این سازش پس شدن قیمت نفت در بازار جهانی می شود. در مورد قیمت نفت اولا ببینید که قیمت نفت همیشه نوسان داشته، قیمت همیشه ثابت نبوده. نفتی که الان بعد از این توافق ایران بخواد وارد بازار بکنه، خب هرچند ذخایری که الان در دسترس هست قابل ملاحظه است، ولی اونقدری نیست که بتواند قیمت بازار جهانی رو تغییر بده. ولی در عوض با لغو تحریم ها شرکت های بزرگ نفتی خواهند توانست در توسعه نفت و گاز در ایران سرمایه گذاری بکنند و تولید نفت و گاز ایران را افزایش بدن. اون وقت روی قیمت انرژی و اقتصاد جهانی ممکن است اثر داشته باشه، ولی توجه داشته باشید تا اونجا ما هنوز خیلی فاصله داریم. این چیزی نیست که ظرف چند هفته یا حتی چند ماه به دست بیاد. این زمان درازتری لازم داره. تشکر. به سوال‌های ما رئیس رادیو فردا آرمان مصطفی پاسخ دادند.